خواجه دریاب کی جان در تن انسان ندب است، آدم از عالمی الویست شرفی جان ندب است. خواجه دریاب کی جان در تن انسان ندب است، آدم از عالمی الویست شرفی جان ندب است. یک دو روزه که در این خانه تنگ مهمانی، یک دو روزه که در این خانه تنگ مهمانی، باید باش که خاصیتی مهمان ندب است، باید باش که خاصیتی مهمان ادب است. خواجه دریاب که جان در تن انسان ندب است. عقل در گوشی تنم گفت که ایمان ادب است. چشم بگشا و ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. چشم بگشا و ببین جمله کلام شمس تبریز خاموش کن تو ای پیر خدا، انوری سروی همه شمعی شبستان ادب است. خواجه دریاب کی جان در تن انسان ندب است، آدم از عالمی الویست شرفی جان ندب است. خواجه دریاب کی جان در تن انسان ندب است، آدم از عالمی الویست شرفی جان ندب است، آدم از عالمی الویست